یک تلفن بگیرید، یک تلفن پدرکا. السلام علیکم دوستان عزیز. بیاید درباره اکتی نو من کمی برای شما معلومات دهم. اول درباره تلفن ها معلومات میدم. یعنی این تلفن XR در کورپسی 14 پرو در کورپسی 13 پرو هست. نرخ اینها پیشتر 23900 روبل بود. و در اینجا باز یک تلفنچه دیگر هست. این تلفن ها مثل کلید ماشین است. تلفنچه های خرد. این چی پلوس ها دارد؟ حالا بسیاری ها دو سیم کارت دارند، ولی وقتی که آیفون میگیرند آنها یک سیم کارتشون رو در آیفون میمونند و یک سیم کارت دیگر رو نمیدونند که چیکار کنند. و ما همه این رو به حساب گرفته، یعنی در بالای همین آیفون باز همین رو هم پدرکه میدیم. اکنون درباره نرخش بیاید گپ میزنم و برای درباره تلفن ها باشد کمی بهتر باز پرتر معلومات میدم. یعنی نرخ این تلفن بود 23900 روبل و این تلفن باشد 1990 روبل، یعنی انیقترش 2000 روبل، یعنی در یک جایگی گویم تقریبا 26000 روبل میشد. و پلوس چیخول استیکلو در بارش پدرکا. لیکن ما در اکسیا همین رو برای شما در 23000 روبل میدهیم. شما در 23000 روبل صاحبی هم یک تلفنچه و هم چنین آیفون میگردید. دستافکاش بپول پلوس چیخول استیکلو هم در بالایش پدرکا. یعنی در همین نرخ شما در 23000 همه این رو میتونید که دسترس کنید. اکنون پلوس این تلفن خود در چی است؟ یعنی میشود که ما سیم کارت خود رو مثلا در سمارتفون میمونیم. اگر خدا نکرده ما تلفنمون رو گم کنیم، یعنی یگون ماشینی یگون آدمی که این چیزا رو میفهمد زود سیم کارت ما رو از همون سمارتفون هم میگیرد در دیگر تلفن مونده. یعنی با سایت های و با سبربانک و با این چیزهای ما میتوند که دست بیاورد. از همین حساب از همه راهی بخطر این است که یعنی شما در تلفن خود سیم کارت الهیده میمونید و همون سیم کارتی که در سایت های شما در کارت های شما پیوست است وای رو شما در تلفن الهیده میمونید. من همه وقت این رو چند سال شد که همین طور استفاده میکنم. اگر رفت و سلچین این تلفنچه خود رو گم شود هم شما هم لوبای بلیجش سلام میدارید، سیم کارت خود رو بستنید میکنید، تمام. و همون آدمی که این تلفنچه خود رو یابد زود گرفته در این فکر هم نمیشود. لیکن سمارتفون باشد البته این کمی خطرناکتر است یا اینکه آیفون. خب درباره این آیفون الکی من بسیار معلومات دادگی هستم. حالا باشد کوتاه دربارش معلومات میدم که یعنی داخلش XR و کورپسش میشود یعنی 14 15 13 پرو. یعنی تلفنچه بنیه تلفنچه بازیب است. در قفویش 3 کامera دارد، لیکن یک کامراش کار میکند چون که در XR یک کامera بود. اگر ایمیل نمبر این رو طریق سایت پراورک کنید همون در سایت آیفون تلفن XR یعنی ثبت شده است. خلاصه این تلفن بینه تلفنچه های بازیب است. حالا ما یک پارتی کلان آورده هستیم که البته همش رو در اینجا من نآوردم، نیم زیادش در اونجا ایستاده است. خیلی پارتی کلان است. خلاصه باز درباره چیش گویم، یعنی کامراش کامرای XR نمودش خیلی میبینید از آیفون های یعنی 15 پرو 14 پرو قریب که فرقیت ندارد، در دست удобно میشند. وقتی که شما این رو گرفته گپ میزنید گویا که یعنی تلفن های آیفون قیمت استفاده برده باشید. در این تلفنچه های خرد با چی پلوس ها دارد؟ یعنی این تلفنچه خرد رو شما میتونید که همچون گارنیتور یعنی در گوش مونده استفاده کنید. یعنی در قفش چنین جای دارد، همین طور میمونید، همین طور در گوشتون مونده میتونید که گپ بزنید و این رو بلوتوثش رو در سمارتفون پیوست کرده. تلفن شما در رستنی مثلا همون شما وقت رستنی که بلوتوث کار میکند میایستد، شما با این تلفن هم میتونید که صحبت کنید. یعنی کسی با تلفن هم سمارتفونتون زنگ میزند، وقتی بلوتوث پیوست بشد اتوماتیکی در این تلفن هم میبیاد. یعنی این تلفن دو سیم کارت دارد و شما حتی 3 سیم کارت داشته باشید هم میتونید که یعنی 2 سیم کارت رو در این گذارید و در این تلفن شد یک سیم کارت رو میتونید که استفاده برید. من فکر میکنم که از این ویدیو ما الکی برای خود معلومات های درکاری رو گرفتید. شاید بار دیگر تکرار میکنم که یعنی دستافکا به همه تریتوری روسیه هست. اینچنین برای شما چیخول و استیکلو. گارانتی این تلفن ها باشد در دوام 14 روز اگر که یگون خیل عیب براید سرازده ابمین میبرید، در جایش دیگرش رو میتونید گرفته برید. خب برای کسانی که لازم باشد از این اکسیا اگر خواهید که دیر نمونید مرحمت به این رقم ها مراجعت کنید.